د افغانستان اسلامی امارت مشرتابه کابینه د شرکتونو د ادارې رهبری او د برېښنا شرکت تل هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته له خپلو داخلي منابعو څخه برېښنا تهیه کړي او خلکو ته یې ورسوي. برادران عزیز، شما بهتر می‌دانید که جنگ‌ها و استعمارهای گذشته به خاک شریف ما و شما سبب شده بودند که همه زیرساخت‌های ما و شما دیگرگون شود. اما با موجودیت تحریم‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی، امارت اسلامی افغانستان و شرکت برشنا متحد است که باز هم با تعهدی که دارد پروسه های شفاف را در بخش برشنا یا برق پیش ببرد تا بتوانیم که در این بخش خودکفا شویم. شما می‌دانید که ما الحمدلله به سطح آسیا دهلیز بزرگ انرژی بادی را داریم که بیشتر از 1,00,000 مگاوات ظرفیت دارد. همچنان اقلیم و آب و هوای افغانستان به خاطر سیستم سولر یا انرژی آفتابی بسیار مساعد است که در این بخش بیشتر از 2,22,000 مگاوات ظرفیت داریم و همچنان در بخش آب با جور کردن بندهای کوچک و بزرگ بیشتر از 24,000 مگاوات ظرفیت داریم.